خب اینک شروع میکنیم با آموزش وب در اکسس. با این مقصد اکسس رو میکشویم و انبار نو را تشکیل میدهیم. انتخاب میکنیم میز کاری یعنی رابطه استول. انبار معلوماتی ما میشود با نام بازه. اوکی ساز داد، یعنی که انبار معلومات ساخته شد و ما آینه اساسی کاری اکسس رو در اکران های خود میبینیم. خب یعنی که تصور میکنیم که ما خوب نو با اکسس شناس میشویم. مقصد اساسی ما استفاده وب در اکسس میباشد. خوب انتخاب مینمایم вкладкаи создание که таблица. خوب таблица ساخته میشویم. با این مقصد در вкладке работа с полем, с таблицами, поле, таблица, یعنی که در поле انتخاب میکنیم رژیم کنسترکتور. نام таблица رو معین میکنیم، دلخواه نام. خب مثلا فاکولتا. اوکی، یعنی که таблица ما در رژیم کنسترکتور گشوده شد. خب عادتا اکسس میدان کد را ایلاوه میکند با نمود داده شده شاتچک. ما آیدین بعدتر گپ میزنیم. خب ما نیز میدان های خود را ایلاوه میکنیم به مانند فیو در نمود داده شده تکست و زیرا فامیل این حرف است و کورس در نمود داده شده چیزلا و یعنی که کورس این 1 2 3 4 همه عدد ذکرید و 10 یعنی که سخرانید. خب فاکولته رو میکشیم در نمود در رژیم таблица. خب میبینیم میدان کد یعنی که اکسس خود انتخاب نموده است، فیو کورسی ما انتخاب نموده. خب ما به میدان کد نمیرسیم و تنها به میدان های ساخته خود. خب می نویسیم فامیلیه امینوف کورسی 2، شویف کورسی مثلا 4. شما با میدان کد دقت دهید. سولیف کورسی 1، یعنی میدان کد به طور اتوماتیک پر کرده می شود، پر شده ایستاده است. خب ما مقصد اساسی ما یعنی که با استفاده وب اپ پر نمودن همین میدان های ساختمان. با این مقصد در вкладке создание پوسته فرم را انتخاب میکنیم که فرم خالی در رژیم کنسترکتور فرم را میکشویم. دو میدان انتخاب میکنیم، مثلا یک کم برای فیو. خب میدان فیو میشود. بعدا میدان برای کورس انتخاب میکنیم، تکست برای میدان کورس و یک تکمچه. اگر پرسیدنی شود ما تکمچه ادمین را پخش میکنیم. خب میدان یکم را انتخاب نموده، تکمچه راست موشک را پخش میکنیم و در زیر منو پیدا شونده فرمان سوایس را انتخاب میکنیم. در вкладке другие نام میدان رو معین میکنیم، مثلا تکست فیو. برای در کد استفاده بردن این میدان برای ما آسان شدنش. کورس یعنی که تکست فیو تکست کورس انتخاب میکنیم. کنوپکه را تکمچه را подпис می نویسیم ایلاوه نمودن یعنی که ایلاوه نمودن ثبت نو. خب تکمچه انتر را پخش میکنیم، ایلاوه نمودن ثبت نو. تکمچه را انتخاب نموده، تکمچه راست موشک را پخش میکنیم. обработка событий програмمی تکمچه که را پخش میکنیم. ما داخل شدیم با محیط کاری وب اپ. خب شروع میکنیم با نوشتن کد. دیم rst dao record set. خب در اینجا باید با یک چی دقت دید. خب چون من در اکسس 2010 کار کرده ایستادم، بیبلیوتک داو خوب خود همراه است. اما اگر شما در ورسی های 2003 کار کرده ایستاده باشید، هنگام نوشتن دیم مثلا rst داو یعنی که ثبت داو در
فایل شما پیدا نمیشود. خب برای پیدا نمودن این ثبت شما باید در منوی تولز رفرنس در این روی خط مایکروسافت داو 36 Object Library رو انتخاب نمایید، اینه که گلاش گذاره و بعدا تکمچه اوکی رو پخش کنید. بعد از اجرای این قدم ها در ثبت داو پیدا می شود. خب بعدا set rst برابر current database.open record set faculta. این چی معنی دارد؟ یعنی که ما به تغییر یابنده rst همراه نمودیم تبلیت فاکولتا را. بعد از این قدم rst این تبلیت فاکولتا را استفاده میکند. خب برای ثبت نو نمودن در تبلیت یعنی که rst توچکا فرمان add new را انتخاب میکنیم. add new یعنی که ثبت نو. خب rst توچکا update یعنی که آن ثبت های نوی که در rst در تبلیت فاکولتا گذاشته میشوند اپدیت آنها را تصدیق میکند، یعنی که به اصطلاح دیگر سخرانیت میکند. خب rst توچکا fields یعنی که fields این میدان را ifade میکند، یعنی که کدام میدان را ما انتخاب کردنی هستیم. فیا یعنی که میدان فیا را فیا با چی برابر شود؟ با txt فیا. rst توچکا fields یعنی که میدان کورس برابر شود با txt کورس. شما با یک چی دقت دهید، وقتی که شما فرمان add new را انتخاب میکنید اکسس به طور اتوماتیکی با آخرین ثبت میگذارد. آخرین ثبتی که در تبلیغ است و بعد از آخرین ثبت شما گذاشته می شود. خب میگذاریم با اکسس و فرم را در رژیم فرم میکشویم. می نویسیم محمدов مثلا کورسی 6 علاوه نمودن. خب تبلیغ را میکشویم. محمدов کورسی 6 علاوه شد. مثلا سعیدов کورسی 2 علاوه نمودن. خب شما ثبت سعیدов را ندیده استادید. برای اینکه ثبت سعیدов را بینیم تکمچه F5 را پخش میکنیم برای خاطر برای ابنویر نمودن، یعنی که ثبت های کرده شده. خب فرم را ذکر میکنیم و سخرانیت فرم یک بگذار فرم یک استاد. اوکی. خب با در این قدم ما الکی اولین